بازگویم این سخن را گرچه گفتم بارها، لیک می نهند این خائنین بر دوش ملت بارها. بازگویم این سخن را گرچه گفتم بارها، می نهند این خائنین بر دوش ملت بارها. پرده های تار و رنگارنگی آید در نظر، لیک پنهان در پس آن پرده ها اسرارها. مارهای مکتبی دارند زهری مهلکی، مارهای مکتبی دارای زهری مهلکند. الحذر باری از این مکتب که دارد مارها. دفع این کفتارها گفتار نتواند نمود، دفع این کفتارها گفتار نتواند نمود. از ره کردار باید دفع این کفتارها. کشور ما پاک کی گردد ز لوث خائنین، تا نریزد خون ناپاک از در و دیوارها. مزد کار کارگر را دولت ما می کند، مزد کار کارگر را دولت ما می کند. صرف جیب هرزه ها ولگردها بیکارها. از برای این همه خائن بود یک دار کم، از برای این همه خائن بود یک دار کم. پر کنید این پهن میدان را ز چوب دارها. فرخی این خیل خوابالود مست غفلتند، این سخنها را بباید گفت با بیدارها. این سخنها را بباید گفت با بیدارها. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک بینندگان ارجمند تلویزیون پارس، برنامه در گذرگاه تاریخ رو می آغازم. چامه‌ای که در آغاز برنامه شنیدید از فرخی یزدی بود که در زندان او رو کشتند. سخن تازه‌ای از وزیر آموزش و پرورش ایران بشنوید، یعنی ببخشید از مدیر کل آموزش و پرورش ایران، که گفت ما به عنوان دستگاه تعلیم و تربیت باید تا با زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت و آرمانهای ارزشمند شهدا دانش آموزان را طوری تربیت کنیم که عاشق شهادت باشند و در مسیر همین فرهنگ متعالی حرکت کنند. وقاحت رو ببینید چیه، میگه جوانها، بچه ها رو آماده کنید که عاشق شهادت باشن، که برن دنبال شهادت. که چی؟ که امثال آقایون عمام به سرها اونجا مفت بخورن و در بانک های خارجی پول ذخیره کنن. اون وقت جوانهای مردم عاشق شهادت باشن و فرهنگ ایران باید با زنده نگه داشتن فرهنگ شهادت آرمانهای ارزشمند شهدا رو ارج بده. تمام اون شهدایی که الان کشته شدن، اگر از روحشون بپرسید، روحشون از شما ناراضیه، روحشون به شما نفرین میکنه، روانشون ناشاده، برای اینکه برای سرکار ماندن شما، برای دزدی کردن های شما، برای آدم کشی های شما خودشون رو نکشتن، ولی نتیجه اون جانبازی این شد که شما بر سر کار باشید و هر کدومتون میلیارد پول داشته باشید، خرخره مردم رو بجوید، پدر مردم رو در بیارید، زندگی مردم رو تباه کنید و اونها شهادت داشته باشید. این آقای محترمی که این سخن رو گفتد محمد حسین روزی طلبه، فامیل خودش روزی طلبه.
در گفتگو با ستاد خبری اجلاسیه کنگره سرداران و 14600 شهید استان فارس. ببینید فقط در استان فارس 14600 جوان کشته شدند. با اشاره به آیه لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون گفت اهمیت زنده نگه داشتن یاد و خاطر شهدا بر اساس همین آیه قرآن هم. در این آیه میگه که گمان نکنید، حساب نکنید که اونهایی که در راه خدا کشته شدند اینها مردن، بلکه اینها زندن و نزد خدا روزی دارند. آقا میفرمایند که اینها زندن و بر اساس همین آیه قرآن بنابراین ما باید فرهنگ شهادت رو درست کنیم که به خانواده هاشون هم کمک بشه. یعنی وقتی مرده مادر پدره گریه نکنن، بگن زنده است برام هم کمک میکنه. روزی طلب گفت بعضی از شهدا بعد از شهادت، اینجا حقه بازی رو ببینید، روزی طلب گفت بعضی از شهدا بعد از شهادت آثار و برکات زیادی در خانواده های خود به جای گذاشتند که نشانگر حضور و آگاهی آنها از اتفاقات این دنیاست. حالا یه نمونه بیار، نمونه نداره، تازه نمونه بیاره معلوم نیست که راست بگه. مدیر کل آموزش پرورش فارس که خود از خانواده شهدای دوران دفاع مقدس است ادامه داد در خانواده ما خیلی وقتها که مسائلی اتفاق می افتد این نشان میداد که این شهدا حاضرند و به خواب افراد خانواده می آیند. ایشون خواب خیال میکنه واقعا یارو میاد میره تو مخ طرف، نمیدونه که خواب نتیجه خاطراتی است که در آرشیو مغز جایگزین میشه. به خواب خانواده ها می آیند و یا در بیداری حضور خود را اعلام می کند. آخه چقدر دروغ، چقدر وقاحت. کدوم شهیدی زنده اومده نشون داده گفته من زنده، من الانم اینجا هستم. به هر روی تمام این مسائل برای این است که آخوند و آخوند سعت میخوان بر سر کار باشد و مردم رو ابله و احمق کنن. مردم بچه هاشون رو بفرستن. اصلا پدر و مادر برای چی بچه‌شو میفرسته به دبستان و دبیرستان و دانشگاه؟ چرا؟ برای اینکه دانشمند و دانشور بشه، خدمت کنه هم به خودش، هم به خانوادهش، هم به میهنش. حالا بچه های مردم بیان درس بخونن برای اینکه برن شهید شن. خب چرا درس بخونن؟ همینطور نوکر آخوند بشن بالاشن برن شهید شن. مردک تو که مدیر کل آموزش و پرورش هستی، تو که وظیفت این نیست که به مردم چیز یاد بدی، فکر نمی کنی که مردم بچه هاشون رو برای چی میفرستن دبستان و دبیرستان و دانشگاه؟ برای اینکه دانشور بشن و خدمت کنن، نه اینکه شهید شن. ملت شهید پرور. چطور تو به خودت اجازه میدی چنین اهانتی رو به مردم بکنی که مردم فرزندان خودشون رو بپرورونن برای که شهید شن؟ چرا شهید شن؟ برای که تو اون بالا بشینی مفت بخوری. بر روی ما امروز مهمان ارجمندی هم داریم که در بخش دوم برنامه خواهند آمد، بنابراین من مسئله رو کوتاه میکنم. بخشی از زندگی یعقوب رو چون به هر حال برنامه تاریخ میگم و بعد در بخش دوم با این هنرمند جوان سخن خواهیم گفت. در برنامه‌های پیش گفتم که خلیفه نماینده‌ای را به نام اسماعیل قاضی فرستاد نزد یعقوب که خودشو تا رام هرمز در خوزستان رسونده بود و سپاه عظیم خودش رو هم دو قسمت کرده بود. یک قسمتشو فرستاده بود به گندی شاپور و یه بخشش هم با خودش برده بود به رام هرمز. خلیفه با فرستادن ارمغان‌هایی برای یعقوب، بسیار موذی بود این خلیفه المعتمد، بسیار موذی بود. ارمغان‌هایی فرستاد برای یعقوب، یک نامه‌ای هم داد به نام به دست کسی به نام اسماعیل قاضی، نماینده او، که ببره بده به یعقوب و در اونجا فرمانداری استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان و هرات و
فارس و سند و غیره رو همه رو به یعقوب داد در اون نامه و بعد گفت شما برگردید بده. هم گمان میکردن که یعقوب وقتی که فرمانداری این 5-6 استان رو گرفت دیگه منصرف میشه برمیگرد. یعقوب ارمغان ها رو گرفت، یک نامه سپاس هم برای خلیفه فرستاد، ولی از رام هرمز حرکت کرد آمد به گندی شاپور. بهانه‌ش هم این بود که چون بخشی از سپاهیان من در اونجا هستن، منم این سپاهیان خودم رو میارم که با اونها یکی بشن و حالا در اونجا تصمیم بگیرن که کجا برن. ولی در حقیقت هر کسی میدانست که یعقوب داره گام به گام به بغداد و سامره نزدیک میشه. در حقیقت این شهباز تیزبال سیستان آرام آرام داره میاد به لانه روباه مکار نزدیک میشه. این مسئله که میدیدن یعقوب سیستان تا گندی شاپور رو گرفته، در شمال ایران همه جا زیر سیطرشه، در جنوب هم همینطور، در خاور هم همینطور. بنابراین مخالفان المعتمد و مخالفان خلیفه رو به جنب و جوش واداشت و نمایندگانی از شام و یمن و ترکستان و هند و روم، منظور از روم شرقی است که همین ترکیه کنونی، و چین که از ستم خلیفه به جان آمده بودند به نزد یعقوب فرستادند و پیغام پشتیبانی از شیرمرد سیستانی رو به او رسوندند. گفتن هر زمانی شما علیه خلیفه قیام کنید ما با شما خواهیم بود. یعقوب همه اونها رو باهاشون با مهربانی رفتار کرد، ارمغان‌های ارزنده‌ای هم بهشون داد و با اونها گفتگو کرد. نامه هایی که میان یعقوب و خلیفه رد و بدل میشد در آغاز خیلی مؤدبانه و چاپلوسانه و مهربانانه بود، اما رفته رفته این نامه ها تهدیدآمیز شد. از جمله خلیفه دستور داد که نام یعقوب رو از خطبه های نماز جمعه که بعد از نام خلیفه می اومد حذف کنم و در منبرها هم گفتش که روحانیون لعن کنن یعقوب رو و نفرین کنن و رسم بر این بود وقتی که نماینده خلیفه یا اون روحانی یا واعظ یا هر کی که سخن میگفت، این آدم از طرف خلیفه سخن میگفت، وقتی یعقوب رو لعن میکردن نفرین میکردن یعنی یعقوب از دین خارج شده. ابزاری که دست همه این دین پژوهان و اینایی که تکیه به دین دادن و دین رو سپر خودشون کردن هست که تا با یکی بد میشن اون طرف رو میان و لجن میمالن و میگن این مسلمان نیست، لعنت بهش کردن. همین کاری که خمینی که مثلا رژیم گذاشته رو گفت طاغوت، که مردم اصلا نمیدونن طاغوت یعنی چی. طاغوت یعنی کسی که سرکشی کرده در برابر خدا. کجا رژیم پیشین در برابر خدا سرکشی کرده بود؟ هزار یک اشکال و نکته داشت، ولی سرکشی خدا اعلی حضرت پا میشد میومد عاشورا و تاسوعا میشست پای وضع اون آقای جزایری، نمیدونم یک همچین آخوند دیگه که اون کار بسیار کار نادرستی بود. آخه تو شاه کشور هستی پای منبر میشینی، اون وقت تازه آخوند میگه این طاغوته. یعنی این ابزار دست ملا هاست. به هر روی این رفتار وقتی که دید که آخوندها و ملاها و روحانیون طرفدار خلیفه اون رو لعن و نفرین میکنند، یعقوب رو بسیار بسیار خشمگین کرد و به ابراهیم فرزند ممشاد دستور داد که یک چامه نیکویی سرایت و برای خلیفه بفرستد. چامه هم به زبان تازی باشه. یاقوت حموی البته تاریخ نویس دیگه در کتابش نوشته که این چامه را المتوکل یکی از شاعرای ایرانی سروده، نه ابراهیم فرزند ممشاد. بر نامه بسیار بسیار جالبه. یعقوب این نامه رو میفرسته برای خلیفه به این عنوان: من فرزند آزادگان جم نژاد. شما به قدرت سخن، چون خلیفه یعقوب دیکته کرده بود که چه چیزی میخوام بنویسی. من فرزند آزادگان جم نژاد و صاحب بازمانده پادشاهان ایرانم. من زنده کننده آنچه که از غیرت آنان از میان رفته
و درازای روزهای کهن بر آنها قلم فراموشی کشیده هستم. من آشکارا خواهان انتقال آن شرف و حیثیت هستم و اگر کسی از حق آنان چشم بپوشد من چشم نخواهم پوشید. این نامه است که برای خلیفه فرستاده شد. درفش کاویان با من است و امیدوارم به فر آن بر تمام ملل برتری یابم. پس به همه بنی هاشم بگو که پیش از پشیمانی آماده برکناری شد. ما به قهر و طعن نیزه، قهر و طعن نیزه یعنی زخم نیزه، ما به قهر و طعن نیزه و شمشیرها شما را حکومت دادیم و پدران ما پادشاهی را به شما دادند، اما شما سپاس این نعمت را نگفتید. پس بازگردید به حجاز، سرزمین خود، برای خوردن سوسمار و یا چرانیدن شتر و گوسفندان خود. من به یاری شمشیر تیز و نوک قلم بر تخت پادشاهان خواهم نشست. یعقوب لیث سیستانی. بعد از فرستادن این نامه تند که یعقوب از گندی شاپور اینو فرستاد، خودش هم از گندی شاپور رفت به واسط، یعنی باز نزدیکتر شد به عراق. ولی پیش از اینکه یعقوب و سپاهیان دلاورش از واسط به طرف بغداد برند، واپسین نامه خلیفه به دست یعقوب میرسه. حالا شما ببینید این فرق بین نوشتن اون نامه با این نامه. اون نامه رو یک آدم دلاور، شیرمرد، متکی به خودش نوشته، همه چی رو صریح گفته. این نامه رو یک خلیفه ریاکار نیرنگ باز درو برای یعقوب فرستاده، یعنی می‌خواسته فریبش بده. الملک الدنیا یعقوب فرزند لیث. الملک الدنیا بهش میگه پادشاه جهان. ما از کشورگشایی‌های درخشان تو بسیار شادمانیم. تو با کفار جنگیده و پیروزی‌هایی به دست آورده ای. به هند رفته و از آنجا را گشوده ای. سرندیب را فتح کرده ای. سرندیب نرفته بوده. به چین و ماچین لشکر کشیده و از ترکستان سر برآورده ای. همه جا آثار تبع تو نمایان است و همه از کارهای نیک تو که به سود اسلام بوده یاد میکنند. مشرکین جهان مزه شمشیر تو را چشیدند و این خود حق بزرگی است که بر گردن مسلمانان داری. در جهان پس از ابوبکر و عمر کسی آثار خیری چون تو بر جای نگذاشته است. ببینید چقدر دروغ، یعنی سیستم آخوندیه. میگه بعد از عمر و ابوبکر هیچ کس مثل تو به اسلام خدمت نکرده، در حالی که اصلا یعقوب اصولا دشمن چیرگی غیر عرب بر ایران و رفتارهای عربی بوده. ما همه اینها را به خوبی میدانیم. پس فضل و مرحمتی کن و به نزد ما بیا. دید که یعقوب نمیره، دعوتش کرد بیاد پلوش تا دیداری بکنیم. خوب دقت کنید این واژه ها رو بگونید، ببینید آینده رو داره میسازه ها. پس به نزد ما بیا تا دیداری بکنیم و جهان را به تو بسپاریم و تو جهانبان باشی که همه جهان متابع تو شوند، یعنی تبعه تو بشن و ما آنچه فرماندهی جمله بران کنیم. خودشو گذاشته زیر دسته. خب باید یعقوب میفهمید این داره دروغ میگه، باید میفهمید که این داره نیرنگ بازی میکنه، باید میفهمید که این داره دام میگسترانه، ولی از بس خودش دلاور و پاک دل بود و به نیروی خودش متکی بود، اینجا فریب میخوره. ما از آن چه دهیم جمله بر آن انجام دهیم و بدانی که فقط به خطبه اکتفا خواهیم کرد. یعنی فقط اسم منو بذار تو خطبه، باقیش دیگه تو باش. ما اهل مصطفاییم و تو بیا دین را تقویت کن
ما معین و یاور تو خواهیم بود تا جهان همه به دست تو به یک دین درآید، المعتمد علی الله خلیفه. یعنی ببینید وقتی که به آخوندها میگه که طعن و لعن بکنید به ایشون، بعد این نامه رو می‌نویسه، باید یعقوب میدونست که داره فریبش میده. حالا بعد چه پیش آمد و چطور شد میگذاریم برای هفته‌های آینده. من از دوست ارجمندم مهندس سامان نصیری خواهش میکنم که آگهی رو بگذارن و ما بخش دوم برنامه‌مون رو آغاز کنیم. بینندگان ارجمند، امروز میهمان نوجوانی داریم به نام سرور امیر مقدم، یک نوجوان هنرمند، یک نوجوان میهنخواه و یک نوجوان آگاه و کوشنده در راه فرهنگ و هنر کشور خودش. آقای امیر مقدم الان در حدود 9 سال در امریکاست. پیش از اون هم در کشورهای کانادا و هلند و دیگر کشورهای اروپایی بودن. من مخصوصا این توضیحات رو میدم که دیگه این پرسش ها رو ناگزیر نشم که بکنم. ایشون از 1991 از ایران به خارج اومدن و بعد در چند کشور اروپایی بودن و سرانجام به کانادا و بعد به امریکا آمدن. خوش آمدید آقای مقدم به برنامه ما، برنامه شما جوانان، برنامه که واقعا باعث خوشحالی منه که من میبینم جوانهای ایرانی چه علاقمند شدن به فرهنگ ایرانی. این مهربانی که با تلفن و ایمیل از من میکنن، نه از این جهت که از من دارن میکنن، از اینکه به فرهنگشون روی آوردن، از اینکه نوجوان آمده داره دنبال گذشته خودش میگرده، باعث امیدواری. یکی از این نمونه ها آقای امیر مقدمه که من به خودشون واگذار میکنم. ایشون نقاش بسیار بسیار هنرمندی هستن. ارزش کار نقاشیشون این نیست که نقاشن، ارزش کار نقاشی این نیست که این هنر رو در خدمت فرهنگ خودش و بازمانده های فرهنگیش به کار بردن. به شما خوش آمد میگم. شما توضیح اگر دارید در این زمینه بدید. خیلی ممنون استاد. من خیلی خوشحالم که امروز این وقت به من دادین در خدمتتون باشم. بلندتر و شاید بهتره بگم این یکی از آرزوهای من بود که روز در کنار شما باشم و بتونم از اون تاریخی که شما واقعا من از شما یاد گرفتم و از مطالعاتی که روی کتاباتون داشتم تونستم اینو نشون بدم توی کارام و این افتخار است برای من که در کنار شما باشم امروز. خیلی ممنون از لطفتون. ببینید الان من از آقای مهندس نصیری خواهش میکنم این تابلو رو بذارن روی سر. ببینید این الان یکی از تابلوهای کار شماست. اولا بینندگان قدرت قلم رو ببینید چقدر دقیق تناسب‌ها رو رعایت کرده. ممکنه یه توضیح بدید درباره این؟ عرضم به حضورتون استاد، من کاری که شروع کردم سعی کردم یه آثاری از تخت جمشید خودمون داشته باشم که اینجا کاری که شما میبینین دختر میترایی هستش که به عنوان ایزد خورشید بوده، ایزد نور بوده و یه تاریکی که الان تو دل ایرانیا هستش، توی کشورمون هستش. من سعی کردم یه نسلی از خودمون به نسل گذشته برگردونم تا بتونم که یه نسل جدیدتر که همون نسل جوانی که تو ایران داره بارور میشه اینو بیشتر و بارورترش کنم. بله. ببینید آقای مقدم، صحبتی که شما کردید نشون میده یه کمی کارتون ریشه داره، یعنی متکی به یه منابع و مآخذی است. چون میترا رو برخی معتقدن زن بوده، برخی معتقدن مرد بوده، بعضی معتقدن دو جنسه بوده، ولی به هر حال میترا بوده. بنابراین ازتون میپرسم آیا شما تحصیلاتی در زمینه هنر و بعد پرسش بعدی رو میذارم بعد، در زمینه هنر تحصیلاتتون چی بود؟ بالا من به هنر از بچگی خیلی علاقه داشتم و دلیلی هم که بیشتر این در من شکوفا شد شاید از روی حسادت بود، اما این حسادت من خیلی خوشحالم که باعث شد که من برم طرف هنر، چون هنر
یه دنیای دیگه هستش و خود شما هنرمندیم، اتفاقا کارهای شما هم از نزدیک دیدم. عرضم بزرگتون خب یه هنرمند معمولا یه تعهدی داره برای خودش، برای وطنش و این یه دینی هستش که باید ادا کنه. بعد از یاد گرفتن سعی کنه یاد بده و هدف من توی به عنوان یه هنرمند سعی کردم تحصیلاتمو ببرم اروپا و از اروپا شروع کردم بیشتر، البته بیشترش کردم. یه جمله شما من میونی کلامتون رو پریدم، گفتید بر من ناآشنا بود. حسادت منظورتون چی بود؟ خب من که بچه بودم توی مدرسه خب یه شاگرد رفیق داشتم البته که ایشون هم همکلاسی من بود، اما کار ایشون اون موقع مثلا خیلی خوب بود. بعد ایشون مثلا کارهای تابلو انجام میداد، رنگ روغن کار میکرد که اصلا من اصلا نمیدونستم مداد چی. اما خب خوشبختانه این باعث شد که این مداد یه حسادت من پیش اومد که من یه رقابتی داشته باشم تو این کار و بتونم این کارو خودم یه پیشرفتی هم تو این کار داشته باشم. بس اسمش بذارید رقابت. البته خب معمولا هنر از رقابت، البته خب یه چیز استعدادی هم هستش. و برادر بزرگی من در اصل استاد من بود که ایشون من خیلی کمکم کرد تو این زمینه و من بیشتر از ایشون یاد گرفتم. بله. نه چون حسادت طرف رو به زیر کشیدنه. بله. رقابت خود رو به طرف رسوندنه. خیلی اختلاف داره از نظر چیز. و شما من این کاراتونی که میبینم واقعا جهش داشته. خیلی خیلی خوب زود جلو رفتید. تا حالا چند تا نمایشگاه اصلا نمایشگاه گذاشتی؟ بله من نمایشگاه زیادی داشتم تو همین اروپا. البته خب من تا جایی که تونستم سعی کردم به هنر کلاسیک اروپایی رو بیشتر یاد بگیرم. تو این زمینه خب توی گالری کار کردم، توی رشته هنر یه مقدار خب تحصیل کردم تو اروپا. بعد کانادا اومدم بیشتر اونجا شروع کردم این کار رو. البته خب این یه کاری که من شروع کردم در اصل یه کار خیلی متفاوتی هستش، چون یه تکنیکی هستش خودم اختراع کردم. کار گچ روی تابلو هستش، روی بوم و میکس شده، یعنی در اصل میکس شده 2 تا کار رنگ روغن با روی گچه. البته خب کاری که شما الان میبینید من سعی کردم که کار رو بزرگ بگیرم بخاطر اینکه ابهت تخت جمشید رو بتونم بیارم رو کار. حالا مثلا من الان از شما خواهش میکنم اینا رو موقعی که شما دارید سخن میگید آقای مهندس نصیری 1-2 تا از کاراتون نشون داد. این که کوروشه. بله البته خب من یه توضیح ترکیبی داره. ترکیبی داره. یه کودکی رو بالای سرش نگه داشته، خانومی. اون جریان داستان چیه؟ استاد اجازه بدید من یه مختصری در مورد توضیح تو این کارا بدم، چون کارای من همونطور که شما تابلو رو دیدین از تابلو اول که شروع میشه در اصل یه داستانی داره که بر اساس 12 ماه از ساله، چون من خب زودیاک. بله دقیقا، چون 12 عدد کاملی بود توی تاریخ ما و من سعی کردم همون 12 تابلو رو در نظر داشته باشم که برمیگرده به همون 12 ماه از سال. هر تابلو برگرفته از ماهی هستش که ادامه ماه دیگه هستش و این خودش داستانی داره که یه نسلی که سوخته از بین رفته. خب شما تو تاریخ ما اگه مروری داشته باشیم میبینیم که خب توی ژن ما یه دستکاری شد، در اصل دستکاری خیلی زیادی هم شد که ما تا به اینجا رسیدیم که متاسفانه مطالعاتی به اون صورت هم نداشتیم در مورد تاریخ خودمون و متاسفانه الان توی زمانی گرفتیم که واقعا افسوس بودیم که چرا و چجور شد که ما به اینجا رسیدیم، چه چیزی باعث شد. و خوشبختانه خب الان نسلی که الان بیدار شده شما میبینید که تیشرت های چه میدونم فبهه رو میپوشن، چه میدونم دستبند یا گردن. عادت ایرانی است که وقتی صدمه میخوره میره به گذشتهش میچسبه. دقیقاً. من اتفاقا اشاره منم روی کارا سعی کردم به عنوان یه هنرمند مثل هنرمندایی که تخت جمشید رو ساختن، مثل مجسمه سازایی که اون موقع یه آثاری برای ما گذاشتن رفتن که ما کیا بودیم، از کجا آمدیم، نسلمون چی بوده، هویتمون چی بوده. اگه همین هنرمندا رو ما نداشتیم موقع شاید اصلا ما کسایی بودیم که اصلا نمیدونستیم از کدوم کشور اومدیم، از کجایی بودیم. و هنرمند خب 100% به عنوان یه هنرمند
یه تعهدی دارن که این کار رو انجام بدن و مسلما خیلی هم قلمشون برنده تر از شاید داد زدن باشه، بهتره بگم. به همین خاطر من چون کارم تصویری هستش بیشتر تو ذهن میشینه و کاری که شما میبینین این کارا خب نسلی که من خودم از نسل خودم برداشتم بردم به اون نسل گذشته خودمون، اون ژنی که از بین رفته دوباره یه یه بازآفرینی بکنم، یه پیوندی بدم که در اصلیت من از مهندس نصیری خواهش می‌کنم بله این تابلو منظورتون چیه؟ استاد این تابلو که شما می‌بینین در اصل این تابلو دومی هستش که اینجا دختر میترایی که خب البته این نظر من بوده تو کارام، دختر میترایی هستش که در محرابه خودش رفته، یعنی اون محرابه‌ای که میترا میرفت و همون تو محرابه قاب و قربونی میکرد، بعد سعی میکرد که مثلا اون ایزد خود نور بودنش رو از اون تاریکی بکشه بیرون. و کاری که من اینجا کردم سعی کردم انار رو به عنوان یه سمبل ایرانی‌ها، چون انار و سیب سمبل زن ایرانی و در اصل انار میوه‌ای بوده که دست ایرانی‌ها به وجود اومده، یعنی پیوندش با ایرانی‌ها شروع شده و هر موقع صحبت انار باشه پشتش ایرانی‌ها هستن، تاریخ ایران هستش. انار خب در از خودش یه دونه هستش، موقعی که باز میشه هزاران انار میشه و این هزاران انار خودش این نسلی رو نشون میده که ما تنها یکی نبودیم، یعنی هزاران بودیم. و الان من توی کارام که شما میبینی هر انار دیده میشه در از این انار رفته میره و باز میشه و بارور میشه. و باز در اینجا من میبینم شما به جای داریوش بزرگ باز یه زن گذاشتید. بله من البته خب خودم که موقعی که توی شیراز رفتم تخت جمشید خیلی کارا رو من از نزدیک لمس کردم. خیلی هم میرن خب لمس میکنن دست میزنن، اما چیزی که هستش اون احساسی که باید حس کنن نمیبینن. بله خب این کار توی کاخ تچر بود و برای من خیلی جالب. خب کاخ تچر بیشتر ملکه اونجا بود و سعی کردم من این ملکه رو توی واقعیتش از اون جلد داریوش و یا خشایارشا بکشم بیرون که بگم این دختر میترایی در حال بارور شدن. دوباره همون رو نشون بده. خب این الان من نگاه میکنم باردار این خانم. بله. چرا؟ فلسفه‌اش چیه که ایشونو باردار میشه؟ من دلیلی که باردارش کردم دنبال کوروش جوانم، دنبال یه کوروشی هستم که این نسل رو بیاد هدایت کنه. این نسل رو یعنی اون سمبولی که در شکم این زن گذاشتید به عنوان نسل تازه است. نسل تازه هستش. که بله. متصل شده به نسل گذشته یا به عکس نسل گذشته زایده نسل تازه. چون پیوندی که ما تو این دوتا نسل رو دادم ثمره این نسلی خواهد بود که دوتا نسل خواهد بود که نسلی هستش که فوق‌العاده زیباتر و آگاهتر از نسل‌های گذشته خواهد بود. خب چطور شد شما الان یک دستمایه بسیار ارزشمند به نام هنر در دستتونه، در استعدادتونه، در ژنتونه، حالا این هنر رو چجوری شما برد طرف تخت جمشید؟ والا من حدود البته خب این کار رو من خیلی وقت شروع کردم، نزدیک 4-5 سالی شروع کردم، اما یه وقفه افتاد توی کارام. بعد یه اتفاق برای مادرم افتاد که مجبور شدم برم ایران. به همین خاطر من توی این مدت که ایران بودم خیلی دوست داشتم که دوباره برم شیراز، برم تخت جمشید از نزدیک ببینم و اونجا بود که من خوردیم به این مسائل انتخابات. یعنی انگیزه کشش شما به طرف تخت جمشید چی بود؟ بگم خب من توی میدون میرداماد بودم که اونجا شلوغی ها شروع شد، زد و خورد شروع شد و من خودم اونجا بودم که ندا رو کشتنش و الان یادم میفته واقعا خیلی متاسفم که چنین اتفاقی افتاد برای جوانایی که واقعا چجوری اینا وحشیانه بهشون حمله میکردن و من خودم این وسط خودم هم مبارزه کردم، سعی کردم تا بتونم با بچه‌ها با هم باشیم، یه جا باشیم.
و موقعی که من خونه ندا رو دیدم اونجا بود که من یه دفعه یه پتکی خورد تو سرم. احساس کردم امیر این شاید کارتو نباشه، این که بیا اینجا به این صورت مبارزه کنی، تو باید به عنوان یه هنرمند اینو به تصویر بیاری. و شاید چرا من جنس زن رو در نظر گرفتم، خب زن به عنوان مظهر زیبایی بوده و زایندگی بوده و این در اصل دخترایی هستن که فرشته‌های ایزدی هستن که هنوز شکوفا نشده از بین رفتن. من سعی کردم تو این کارام اینو بیارم به عنوان همون زیبایی رو یه نسل جدیدتری از همون زیبایی به وجود بیارم. بله. و شما کاری که اینجا میبینید در اصل من سعی کردم همون دختر میترایی از مثل پیله‌ای که پروانه خودش دور خودش میپیچه و این پیله رو پاره میکنه و اون نسل رو میده بیرون. که من سعی کردم اینجا مجسمه کوروش رو در نظر داشته باشم که از کاملا از تن وجود کوروش هستش. در تمام تابلوهاتون هم من میبینم که زن هست، انار هست و کودک هست. بله. خب شما میبینید که هر داستانی پشت سرم ادامه پیدا میکنه و البته خب یه جا هستش کودک نیستش، مادر، و میاد کودک همراه مادر میشه و بعد از اونجا به بعدش تابلوی بعدی مادر میره کودک میمونه که به عنوان این تابلو رو منظورتون چیه؟ ببینید باز انار هست، کودک هست و زن هم هست. این چی رو خواستید نشون بدید؟ اینجا خب شما که میدونید شیر به عنوان مظهر قدرت بوده و نور بوده که بر تاریکی گذشته ها میتابیده و خب فصل نوروز، زمان نوروز که میشده در اصل سال گذشته رو از بین میبرده اما برکاتش رو ازش میگرفته که میآورده به نسل جدید. و در اصل من سعی کردم دختر میترایی رو ببرم توی جلد شیر به عنوان یه شیرزنی که الان همون بانوان ایرانی خودمونه که توی ایران به عنوان شیرزن میشن، واقعا میرن مبارزه میکنن و اون سعی میکنن از طریق داستاناشون این باروری رو به نسل جدید بده. اینجا من سعی کردم که بچه‌م حمله میکنه یعنی به پستانهای مادر که تشنه این بارور شدن هستش، تشنه این یادگیری هستش. و اتفاقا برآوردتون کاملا درسته. کمتر کسی نگاه میکنه و به این شیر و گاو و مفهوم اون رو میدونه. چه میدونید که اون شیر میتراست. بله. و چون سمبل میترا شیر هست. بله. و اون گاو هم همون گاوی است که میترا میکشه. دقیقاً. یعنی میترای گاوکش، گاووژن بهش میگفتن. بله. و 99% بلکه شاید 100% کسانی که میرن اینو میبینن مفهوم این لغت رو، یعنی مفهوم این مجسمه رو، پیام این مجسمه رو نمیدونن. شما اگر دقت کنید در اون عکسایی که از میترا داریم ما، از اون خود میترا با اون شنلش و اینا که در کلیساهای اروپایی، روم خیلی زیاده، حالت گاو دقیقاً شبیه همینه. یعنی یه دستش بالاست، یه دستش تاست. همون حالت اینجا چیز میشه و این اتفاقا عجیبه برای من که اینقدر دقیق شما نگاه کردید. یعنی عجیب که هست، ستایش انگیز، عجیب نگاه کردید و این رو به شکل تازه‌ای باز با پیوند دادن نسل گذشته به نسل آینده نشون میدید. بله. شما خب اناری که اونجا دیدین روی پله اولی بود، خب نشون میده که این انار همیشه بسته است تا زمانی که بارور شدنش رو نشون و میبینی که روی پله اول هستش. یعنی ما شروع شده، نخستین گامو برداشتیم و این پله همون پله‌ای هستش که هدایایی که می آوردن در زمان نوروز به پادشاه، این هدایا از پله اول داره میره بالا و نشون میده که ایران مادر ما داریم در حال آمدن هستیم، در حال اومدن هستیم که اینو با اطلاعاتی که داریم، با اندیشه‌هایی که داریم بتونیم این کشور خودمون رو. تابلوهاتون تا حالا چند نمایشگاه گذاشتید، در کجاها؟ والا این کارا جدیده، من اصلا هنوز نمایشگاهشم یعنی شروع نشده. و اصولا نمایشگاه گذاشتید؟ بله. من خب سعی کردم تا تونستم در مورد تاریخ ایران کار کردم، نمایشگاه ایران، یعنی بیشتر توی اشاعیر ایران کار کردم و خواستم اون اصیل بودن
یعنی ایرانی بودن خودمونو. حتی زمانی که خب تدریس میکردم توی کانادا سعی کردم برای شاگردام این کارای ایرانی رو بیشتر یاد بدم که زمانی که اینا خارج از ایران دارن به دنیا اومدن بزرگ شدن، اما هنوز اون مفهوم زیبا بودن و بی آلایش بودن و پاکیایی که تو ایران هستش، مردم مخصوصا عشایر ما فوق العاده زیبا، این کار رو من سعی کردم برای بچه‌ها یاد بدم و خوشبختانه. ببینید آقای مقدم، شما جوان هستید. یه جوان یک نوع دیدگاه داره که اون کودک نداره و باز جوان یه نوع دیدگاه داره، یه نوع مورد علاقه داره که اون مسن نداره. جوان علاقش به گله، به نمیدونم باغ، به زن، به معشوق، به بهار، اینا. چطور شما توی این همه چیزهایی که باید جوان بهش علاقه داشته باشه برگشتید به تاریخ گذشته‌تون؟ بالا دلیلش خب خیلی مسلمه. الان شما می‌بینید نسلی که اینجا به دنیا اومده دوباره برمیگرده به اصلیت خودش، چون خب متوجه میشه خب پدر مادرش توی خونه فارسی صحبت میکنن، اما میره محیط بیرون خب انگلیسی زبانه. یه دفعه به خودش میاد خب من واقعیتش از کجاییم، و موقعی که میره جستجو میکنه پیدا میکنه متوجه میشه که بابا در اصل این اصلیتش از همون ایران بوده و براش جالب ریشش ایران بوده. و این خب این اتفاق برای هر جوونی اتفاق میفته، چه دخترش چه پسرش. و منم خب سعی کردم که تا تونستم این دنبال تاریخ خودم بودم، چون یه چیزی کم داشتم. احساس میکردم دارم بی هویت میشم، دلم شور میزد برای بی هویت شدنم. بله. و هرچی فکرشو کردم خب من چجوری باید اونو پیدا کنم. در این حال که خودم مطالعه کردم، مثلا از استاد خودم که واقعا من همیشه داستانهای شما رو از پای تلویزیون و رادیو شنیدم، اینا باعث شد که من سعی کردم ببرم روی کارام و همون گفتار شما رو سعی کردم توی کارام نشون بدم. الان خب این تابلویی که اومد رفت، این تابلو من این تابلو رو خواهش می‌کنم بذار گذاشت آقای مهندس. این باز من زن رو میبینم، کودک میبینم، انار، این بار انار باز شده. بله. خب این کاری هستش که در اصل کار فکر کنم پنجمه. عرض موضوع اینجا در اصل هدیه هستش، یعنی بچه خب بار شیرش رو خورده، در اصل اون اندیشه ها رو گرفته، اون تجربیات گذشته رو گرفته، اما هنوز توی خوابیم، هنوز بیدار نشدیم، یه خواب بیداری هستیم. و مادر که اونجا شما ببینید، این چهره‌ای که نگاه مادر به بچه دوخته شده، در اصل مادر ایرانه، اینجا ایرانه، یعنی ایران ماست که منتظر ماست که ما بیدار بشیم و اون شما خشایش‌ها یا مثلا خب چیزی که میبینید انار رو هدیه کرده، در اصل میوه‌ای هستش که مثل شیرینی که داره پخش میکنه، یعنی اینو نشون میده که ما داریم بیدار میشیم و باز شدن انارا در حال. بله. خب من وقتمون زیاد نیست متاسفانه و باز امیدوارم یه روز دیگه باز شما رو در اینجا بخوام. آیا این کارهای شما رو میخرم؟ والا من نمیدونم در اصل، یعنی تا حالا کسی خیلی خریده؟ بله من خب کارام، خب این یه تکنیک جدیدی بود که من هنوز روش فعلا فروش رو این کارا نکردم، اما این کارا رو من برای واقعیتش برای نسل جوان اینجا درست کردم که بیان از نزدیک ببینن. من نمایشگاهم خب به زودی اجرا خواهد شد و انشالله 30 اپریل همین ماهی که کجاست؟ توی خانه فرهنگ و هنر ایران. همونجا که مال آقای برجسته. بله. خب خانه هنر یکی از خونه‌ای شده که خونه هنرمنده هستش. و من یکی از افتخاراتی هستش که آقای برجسته لطف کردن همین برنامه رو برای من اونجا گذاشتن که من این کارو نشون بدم. بله آقای مهندس همین تصویر رو من می‌خواستم. ببینید باز این تصویر، من چون وقت زیادی هم نداریم آخری رو نگاه می‌کنید، در اینجا یه توضیحی بدید. از بزرگتون این در اصل دختر میترایی تبدیل شده به آناهیتا
آنایتا موقعی که دیگه اون جنگجو بودنشون میخواد نشون بده سوار عرابش میشد و دور میزد و خب من توی کارهای تخت جمشید تا جایی که نگاه کردم دیدم خشونت و خشم و جنگجویی نبود و من یه مقدار رفتم تو کار آشوریا، سعی کردم جنگجویی رو از آشوریا یه مقدار بیارم به خودمون که ما واقعا خود تابلوی اصلی اون مردی که کمان رو کشیده. بله. بعد شما این زن و اون کودک رو با اون انار دست بچه هست. انار دست بچه هستش. بله. بعد اینجا خب مادر داره این جنگجو بودن رو به بچه یاد میده که ما واقعا بعضی موقع مجبوریم نیزه رو یا شمشیر از کمر بسته. اون شیری که زیر پای اسباس چیه؟ اون در اصل یه شیر، اینجا شیر نیستش که مثلا خب میدونی که آشوری خیلی دوست دارن شیرها رو شکار کنن، اما شیری که اینجا هستش به عنوان اهریمنه، به عنوان ایولی هستش که و اون زیر پای دیگه اسبا داره از بین میره و این بچه خب داره اون شجاعت، اون دل رو پیدا میکنه که چجوری بره بجنگه در مقابل این اهریمن. حالا من تمام این چون پرسش من تمام شد، وقتمون هم داره تمام میشه، این تابلوها رو که دیدم این بچه با این انار سردیش نکنیم، بچه اینقدر انار میخوره. خب این بچه وظیفشه که این انار رو با خودش نه با خودش بیاره، همیشه تو دستش باشه، چون یه امانتی هستش که ما برای نسل گذشته داریم. خب میتونیم گذاری سریع روی تابلوها بریم که یه وقتمون داره تمام شده و اینجا خب اینجا من سریع توضیح کوچولو بدم. خب ببینید این تابلو رو بگید. آقای مهندس گفت اضافه وقت دادن به ما. خیلی ممنون. عرض بزرگ این کاری که شما میبینین در اصل مادر اینجا داره معرفی میکنه این بچه رو به نسل جدید و به ادیان که مثلا شناخته شده و به کشورهای دیگه، به حالا منظور من سعی کردم به ماها باشه که ما نسلی داریم میاد و معرفی این نسل جوانه که باز دوباره انار تو دستشه. اینجا هستش که این مادر به عنوان 3 گفتار کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک رو داره به بچه دوباره تاکید میکنه و اون درختی که هستش اونجا درخت شجره تاریخ ماست. بله که من انارش کردم چون انار نشون میده که حتی اگه شما بچه نشسته به عنوان یه ریشه اون درخت شده که انار درخت دوباره جون گرفته و انار رو داره تازه تر میشه. اینجاست که دیگه خب این تابلو بله جوون برنا شده و جنگجو شده. این که اینجا یعنی همون کودکه، همون کودکه دیگه اینجا بزرگ شده و دیگه اهریمن بله اهریمن رو کشتی. نه انار رفته تو تنش. میگه لباسشو میبینین انار در اصل خودشه که میخواد از خودش دیگه اون به آیندگان نشون بده. و اینجا خب این تابلویی که شما البته آخر نیستش 11میه اینجا هستش که دیگه همه رو جمع میکنه. ما با یه همبستگی باید داشته باشیم و من سعی کردم این همبستگی رو نشون بدم که واقعا ما احتیاج داریم با هر عقیده هر مذهبی جمع بشیم و ایران خودمون نجات بدیم که انار هم که میبینیم اون بالا باز شده بود. تابلوی آخری که شما میبینید دیگه اینجا دیوار برلین شکست. یعنی در از اون دیواری که همیشه سدی بوده که ما نمیدیدیم که واقعیت ها کجاست و این دیوار فرو ریخته و این کوروش جوان اسب میترایش رو گرفته و آماده شده که حمله کنه و هم خب اینجا دوره هم هستیم. ترکیب بسیار جالب و زیباییه برای اینکه مجسمه های سرباز تخت جمشید به عنوان سربازان این جوان پشت سرش قرار دادید. لباس اون جوان لباس هخامنشیه، بزرگان هخامنشی، و اسب هم که نماد پیشرفت و جهش و پیروزیه و تیر و کمان هم که آینده و حرکت به سوی آینده است. دقیقاً. خب این نسل میتونه مثلا یعنی این جوان میتونه هر کسی باشه، نسلی باشه که مثلا احتمالاً خب شاید از سمبل هستش. یعنی در اصل من اشارم تاکیدم به کسی نبود، اما خواستم بگم که از این نسلا یه جوان کوروش جوان خواهد بود ان شاءالله. خیلی سپاسگزارم آقای مقدم. وقت ما در اینجا تمام شد، یعنی بیشترم شد، ولی چیزهای جالبی شنیدیم و سپاسگزارم از اینکه وقتی به ما دادید اومدید و باز از شما دعوت میکنیم، شما رو فرا میخونم به برنامه بعدی که در زمینه کارهای دیگر و توضیحاتتون
با هم گوش بدیم. خیلی ممنون از این وقتی که به من دادیم و من خواهش میکنم که حتما تشریف بیارید نمایشگاه من شنبه از ساعت 6 تا 10 شب 30 اپریل خواهد بود اوپنینگ شوش که نمایشگاه خیلی مفصلی خواهد بود. خیلی خوشحال. نمایشگاه آزاد رایگانه و آزاده و انشالله بیاین از نزدیک این کار رو ببینید، مخصوصا جواناتون هم با خودتون بیارین که این تاریخ ما رو بشناسن. با سپاس از یکایک بینندگان ارجمندی که به این برنامه توجه داشتن، با سپاس از مهندس سامان نصیری که بسیار زیبا و خوب این برنامه را تنظیم کردن. همگی رو به خدای بزرگ میسپاریم تا درود دیگر. بدرود و پاینده ایران.